بارسلونا مرگبار داره بازی میکنه. آک و خون میکشن حریف تو همون 14 دقیقه ابتدا. دروازه هیچ تیمی زیر آتیش بارسایی ها هم نیست. کمتر از رئال مادرید در جایگاه چهارم جدول قرار گرفته. یرسون اینجا انجام میشه. فرانکی دیون توپو میزنه و گل اول برای بارسلونا به ثمر میرسه. کاپیتان همه تساوی 1-1 در برابر خطافه داد و در لیگ قهرمانان توی بازی هیجان انگیز تونستن بنفیکا رو شکست بدن. اینم گل دوم. فران تورز در مقابل تیم سابقش گلزنی میکنه. 7 مسابقه ابتدایی لیگ قهرمانان به دست آوردن. بازم فرصت دارن رفتن برای سومی. رافینیا اینم گل سوم. اینم گل سوم. یکی از میزبان‌های جام جهانی 2030 باشه. فرمین لوپز و گل چهارم. گل چهارم برای بارسلونا. زیاد دیدیم. یامان یه پاس تماشایی. رافینیا تیر دروازه رو بلرزه در میاره در برگشت. گل پنجم. دورو و اریک گارسیا. لواندوفسکی فرصت داره برای